فکر میکنی که خوندن و یاد گرفتن زبان انگلیسی یعنی اینکه باید بشینی 50 صفحه گرامر بخونی و کلی لغت حفظ کنی و زمانهای مختلف رو بزنی تو سر خودت که این هاوین داشت نداشت چی کار باید بکنی بدون که سخت در اشتباهی؟ اصلا کی دیگه حوصله این کارا رو داره تو دنیای امروزی؟ با من همراه باش تا بهت بگم که باید چی کار بکنی. من کیمیام و خوش اومدین به اولین ویدیو از چنل یوتیوب من. اگر که بخوام یه بک‌گراند در رابطه با خودم بدم بهتون اینه که من لیسانس میکروبیولوژی دارم و ارشد ژنتیک، ولی از تقریبا موقعی که خودم رو شناختم عاشق زبان انگلیسی بودم و همیشه یه گوشه از زندگی من درگیر زبان انگلیسی بوده. حالا یا داشتم فیلم و سریال می‌دیدم یا آهنگ گوش می‌دادم یا سفر میرفتم یا هر چیز دیگه ای، ولی زبان انگلیسی همیشه به عنوان یه چیزی که دوست داشتم خودم آموزش ببینم و خودم ازش استفاده بکنم تو زندگیم یه نقش پررنگی رو داشته. بذارین از 21-22 سال پیش شروع کنم که من مهد کودک میرفتم و اونجا از مؤسسه کیش برامون یه سری مربی می آوردن که به ما زبان انگلیسی یاد بده که خب طبیعتاً از حروف الفبا شروع می‌کردن، یه سری اسامی حیونا رو یاد می‌دادن، رنگ و عدد و اینجور چیزا. اون زمان‌ها من هیچ استعدادی در زبان انگلیسی نداشتم و یادمه که موقع‌هایی که فاینال زبانمون بود مامانم قشنگ بعد مرخصی می‌گرفتش میمون خونه ما زبان انگلیسی کار کنه و 3 کلمه بود که اون زمان‌های تقریباً من 3-4 سال فکر کنم مهد کودک میرفتم، 3-4 سال مداوم به صورت هر ماه اینو تکرار میکردم و من یاد نمیگرفتم. اینطوری شده بود که دیگه توی خونه همه اعضای خانواده، مامانم، بابام، خالم، دایی، مام بزرگ و بابا بزرگم حتی رندوم رد میشدن از من میپرسیدن کیمیا قورباغه چی میشه؟ و من بعد دوباره یه خروار فکر میکردم، کلی فکر مثلا میرفتم تو فکر خود قورباغه چی میشه که میشد فراگ. دومین کلمه هت بود یا همون کلاه و سومین کلمه نست بود به معنی لونه پرنده و من هنوزم که هنوزه بعد از این همه سال از این کلمه نست استفاده نکردم و من نمیدونم چه اصراری بود که یه بچه 3-4 سال بعد یاد میگرفتش که لونه پرنده به چه معنیه. خلاصه اون زمان من هیچ استعدادی تو زبان نداشتم و اینکه چون خیلی تحت فشار بودم که این کلمه ها چی میشه تو باید بتونی و اینا، تقریبا میشه گفت یه ذرم از زبان زده شده بودم و وقتی که دیگه وارد دبستان شدم من هیچ کلاس زبانی نرفتم و میشه گفت یه دوره 5 ساله تقریبا از زبان من دور بودم تا اینکه رفتم اول راهنمایی و خب میدونین که اون زمانا اول راهنمایی تازه اولین مقطعی بودش که زبان انگلیسی جزو درس‌های مدرسه بود و خب اتفاقی که افتاد این بود که منی که همیشه شاگرد اول کلاسم بودم، شاگرد اول مدرسه بودم، توی همه درس‌ها نفر اول تا سوم بودم، توی زبان افتضاح بودم. یعنی میتونم بگم که جزء 3 شاگرد آخر کلاس بودم و بقیه بچه‌هاشون حالا توی دبستانشون یا همون حین کلاس زبان میرفتن خیلی زبان قوی داشتن، با اینکه زبان مدرسه در حد حروف الفبا بود ولی من اصلا خوب نبودم و بقیه دستخط خیلی قشنگی داشتن توی انگلیسی ولی دستخط من دقیقاً مثل یه بچه کلاس اول دبستانی که ما فارسی یاد میگیریم چقدر ناجور دستخطامون، زبان انگلیسی منم توی اول راهنمایی همینقدر دستخطم بد بود و این خیلی به من فشار آوردش که منی که همیشه توی همه درس‌ها خیلی خوب بودم، همیشه شاگرد اول بودم ولی سال اول راهنمایی من مجبور بودم که به جای اینکه وقتمو بذارم واسه مثلا درس ریاضی مجبور بودم بشم یک عالمه زبان انگلیسی بخونم، کلی تمرین خط بکنم که یک ذره شاید مثل بقیه بچه‌ها بشم و بقیه بچه‌ها کلاس‌های زبان مدرسه براشون اینطوری بود که ایول مثلا زبان داریم، زبان حکم همون زنگای ورزشمون رو داشت براشون، ولی برای من اینطوری بودم که یا اول فصل دوباره زبان داریم، من اصلا خوب نیستم، آی میخواد بپرسه یا هر چیزی و خلاصه سال اول راهنمایی من بدبختی و فلاکت گذشت. تابستون که شد من خیلی بهم برخورده بود و دیگه تصمیم گرفتم که برم کلاس زبان. رفتم کلاس زبان کیش و موقع‌ها یادمه که نمیدونم میتونم بگم که واقعا برای من معجزه شد، چون توی اون 3 ماه
تابستون که من کلاس رفتم، حالا معلمم خوب بود، شاید متد تدریسشون خیلی خوب بود یا هر اتفاق دیگه، من سطح زبانم یهویی تکون خیلی زیادی خورد. به این صورت که وقتی من رفتم دوم راهنمایی دیگه معلم زبان خدا رو شکر عوض شد و اون معلم زبان حالا اول راهنمایی نبود و یه نفر جدیدی اومده بود. تقریبا اینطوری بود که ما دیگه با هم دوست شده بودیم. برگه ها رو میداد من صحیح کنم، من از بچه‌ها میپرسیدم و دیگه برای منم اون کلاس زبان مدرسه شده بود این زنگای ورزش و بهم خوش میگذشت. خلاصه سال دوم و سوم راهنمایی من اینطوری گذشت و همه چی به خوبی و خوشی. با همون یک کلاس تابستون زبانی که من رفتم همه چی خیلی اوکی پیش رفتش و رفتم دبیرستان و دبیرستان به خاطر فشار درسی که داشتم دوباره من کلاس زبان نرفتم. ولی تفاوتی که اینجا داشتش برای من این بود که چون حالا تینیجر بودم و اون موقع ها خیلی آهنگای زبان انگلیسی رو گوش میدادیم. مثلا تو نسل ما جاستین بیبر آهنگ میداد، تیلور سویفت بود، سلنا گومز بود، وان دایرکشن بود و کلی خواننده های این شکلی که ما همه عاشق این بودیم که پیگیر زندگیشون بودیم، کجا رفت، با کی رفت، دوست دخترش کیه، دوست پسرش کیه و آهنگاشون رو گوش میدادیم حتی بدون اینکه بفهمیم چی دارن میگن. یعنی حتی من یادمه که حالا به غیر از آهنگای جاستین، اون آهنگ معروفی که مطمئنم همتون شنیدین، آهنگ یاماها، هنوز هم حتی خیلی اشتباه میگن این آهنگا، یاماهای وجود نداره و در واقع You are my heart بوده و میگم اون زمانا ما خیلی از تلفظاشون رو نمیفهمیدیم چی داره خواننده میخونه یا حتی معنی اون آهنگ هم میرفتیم گوگل میکردیم معنی اون آهنگ هم حتی نمیفهمیدیم، ولی چون صرفا اون هنرمند اون خواننده رو دوست داشتیم و پیگیرشون بودیم گوش میدادیم. و اون زمانا به خاطر اینکه من خیلی اخبار سلبریتی ها رو گوش میدادم، دنبال میکردم و میخوندم و آهنگاشون رو گوش میدادم، زبان من عالی شده بود. یعنی بدون اینکه من هیچ کاری بکنم، بدون اینکه من کلاس اضافه‌ای برم، زبان من خیلی اوکی بود. و دبیرستان من گذشتش و حالا من کنکور دادم و رفتم دانشگاه، تصمیم گرفتم دوباره برم کلاس زبان. این دفعه من کلاس زبان صفیر رفتم و بدون اینکه من هیچ چیزی خونده باشم رفتم امتحان ورودیشو دادم. در واقع رفتم آزمون تعیین سطح که دادم، هیچ کاری نکرده بودم برای، صرفا رفتم اونجا یه سری صحبت کردیم، خب گذشته چی بوده، آینده تو چیکار می‌خوای بکنی و خیلی رندوم بدون اینکه اصلا خودم توقع نداشتم توی سطح آپر اینترمدییت قبول شدن و میدونین که حالا آموزشگاه‌های زبان سعی می‌کنن شما رو حداقل یکی دو تا سطح پایین‌تر بذارن که یکم حالا چی بگم. خلاصه من توی آپر اینترمدییت قبول شدم و باز هم سر کلاس شاگرد خوبه بودم، یه طوری که اصلا دیگه مثلا جزو بچه باحالای کلاس بودم که درس گوش نمیدادم چون همه چی رو بلد بودم، دوباره کمک مربی بودم، کمک استاد بودم و خلاصه خیلی خوش می‌گذشت بهم. یعنی توی اون صفیرم همه چی خیلی عالی بودش و یه سال و نیمی من رفتم و کرونا شد و به خاطر کرونا دیگه من حالا دوباره گذاشتم کنار، دوباره خلاصه پشتش باد خوردش و اینا. ولی چون که کرونا شده بود و همش توی خونه بودیم، من خیلی فیلم و سریال دیدم. یعنی تمام فیلم و سریالایی که تو دوران دبیرستان نتونسته بودم ببینم، تو دوران کنکورم نتونسته بودم ببینم یا هر اتفاق دیگه افتاده وقت نداشتم یا هر چیزی افتاده بودم به سریال دیدم. و بعد از یه مدتی من تصمیم گرفتم که آیلتس مثلا برای آیلتس بخونم، امتحان بدم و دوباره رفتم که آزمون تعیین سطح یه مجموعه‌ای رو بدم که تخصصی برای آیلتس کار می‌کردم و دوباره بدون اینکه اصلا من هیچ کاری براش کرده باشم، کلاً 5 تا سطح داشتش اون مؤسسه، من توی سطح دومش قبول شدم و حالا اون مدت هم آیلتس رو خوندیم و امتحان دادم و خدا رو شکر همه چی اوکی بود. حالا جلوتر بهتون در رابطه با اینکه چیکار کردم برای آیلتسم و چجوری شدش که تونستم حتی تو همون آیلتس بدون اینکه خیلی به خودم زحمت بدم نمره خوبی رو بگیرم، قابل قبولی رو بگیرم توی مدت 1 ماه بهتون توضیح میدم. خلاصه که اگر که فکر میکنی که با حفظ کردن گرامر و لغت به جایی میرسی، واقعا اینطور نیست. چون منم یک زمانی همین کار داشتم میکردم توی اون دوران مدرسه و یه سفری رفتم توی استارباکس میخواستم قهوه بگیرم و فکر میکردم که وای من الان کلاس رفتم و الان میتونم خیلی مثلا خفن باشم و اینا و رفتم اونجا میخواستم هم سفارش
بر خودم بدم هم واسه مامانم و رفتم اونجا و نمیتونستم اون طرف بگم که من یک قهوه میخوام که با شیر باشه، بدون شکر باشه و اون لحظه ای بود که فهمیدم که زبان خوندن اینطوری نیست. تو باید زبان رو به صورت کاربردی بخونی. اون لحظه اگر که ملکه ذهنت چوب شد، اگر نه که مثل تمام چیزهایی که توی مدرسه ما یاد گرفتیم، مثل یه عالم فرمولی که حفظ کردیم برای فیزیک، برای شیمی، یادمون رفته، الان طبیعتا زبان هم از یادمون میره. اگر که بخوام در رابطه با روش و سبکی که خودم زبان رو یاد گرفتم بهتون توضیح بدم، که اولین قدمی که برداشتم همون آهنگای جاستین بیبر بود که گوش میدادم. واقعا جاستین تو زندگی من خیلی کمک کننده بوده در زندگی که داشتم زبان انگلیسی رو یاد میگرفتم. بعد از اینکه از اون دوره گذر کردم رسیدم به فیلم و سریال که حالا جلوتر توی ویدیوهای بعدی بهتون میگم که واقعاً فیلم و سریال خیلی 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 زیاد بیشتر از اون چیزی که من خودم فکر میکردم و شاید شما فکر بکنید تاثیر داره. و بعد از اون میرسیم به مبحث منابعی که میخوایم روش بخونیم. هممون میدونیم که برای گرامر یک عالمه کتاب مخصوص گرامر هست، مخصوص لغت هست، برای تقویت لیسنینگ، رایتینگ، ریدینگ و اسپیکینگ. ولی بهترین کار و روش اینه که منابع خودتون رو محدود کنید ولی از منابع خوبی استفاده کنید و اون منابع رو چندین بار مرور کنید و تمرین کنید. اینطوری به جای اینکه خودتون رو سردرگم کنید بین منابع مختلف که خب الان من برای لغت خوندن 5 تا کتاب دارم، از کدوم بخونم؟ وقتی که منابعتون محدود باشه میتونید که اون منابع رو حداقل خوب یاد بگیرید. و بعد از اون تکرار و تمرینه که باعث میشه که توی موقعیت‌های واقعی و روزمره وقتی تمرین کنید، تکرار کنید با یه سری تکنیک‌ها، این دیگه ملکه ذهنتون میشه و از یادتون نمیره. حالا این فایده این روش‌ها چیه؟ فایده این که به جای اینکه بشینیم گرامر بخونیم، لغت بخونیم، تست بزنیم و اینا، به جای این کارها فیلم ببینیم، سریال ببینیم، بازی کنیم، آهنگ گوش بدیم، فایدهشون اینه که اولا فانه، تو تحت فشار نیستی، اذیت کننده نیست برات، خسته نمیشی، یه تایم خالی داری فیلم میبینی، سریال میبینی یا بازی میکنی، آهنگ گوش میدی، داری توی اپلیکیشن ها هستی، داری خبر گوش میدی، پادکست گوش میدی، برات لذت بخشه و یک چیز واقعی و یک چیز روزمره برای تو داره، پس ملکه ذهنت میشه و مغز تو داره یک چیز واقعی رو تجربه میکنه، پس اون سرعت پروسس کردن توی مغزت بیشتره نسبت به اینکه یه تایمی بشینی مثلا یه چیزو بخونی یا سعی کنی که یادت بمونه. و اون روش‌های قدیمی خیلی میدونین حوصله سربرن دیگه، از نسل جدید، از حوصله نسل جدید خارجه. پس این روش‌ها خیلی هم ساده تره، هم کاربردی تره، هم جالب تره، هم فان تره. حالا چیزی که قراره که توی چنل یوتیوب من با همدیگه جلو ببریم اینه که گرامرهایی که واقعا احتیاج میشه توی زندگی روزمره، یعنی یه فرد نیتیو واقعا ازشون استفاده میکنه رو با همدیگه یاد بگیریم، نه یه سری گرامر که طرف خودش جدن در جدش آمریکاییه ولی اصلا نمیدونه که این مثلا کجا استفاده میشه. یه سری لغت‌ها و اصطلاحاتی که تو زندگی روزمره خودتون میتونید استفاده کنین، ممکنه بشنوین، ممکنه خیلی زیاد توی فیلم‌ها و سریال‌ها ازش استفاده بشه، اونا رو یاد بگیریم که دفعه بعدی که می‌خوای یه فیلم رو پلی کنی و ببینی خودت اون متوجه اون لغت‌ها و اون اصطلاحات بشی و کیف بکنی. و اینکه سعی کنیم که روی لهجه‌مون خیلی تمرکز بکنیم، حداقل سعی کنیم که کلمات و لغات رو صحیح ادا کنیم و این خیلی کمک میکنه تو اعتماد به نفسمون، چون وقتی که تو زبان انگلیسی رو بلد باشی ولی مثل خودشون صحبت نکنی هنوز اونقدر به خودت اطمینان نداری که من زبان انگلیسیم خوبه و خوب میتونم صحبت بکنم. خلاصه که اگر که این مطالب برات جالب، کاربردیه و دوست داری، چنل یوتیوب منو سابسکرایب کن، ویدیومو لایک کن و زنگوله رو بزن که دفعه بعدی که ویدیو میذارم زود بفهمی و بیای ویدیومو ببینی. راستی توی کامنت ها برام بنویسین که سطح زبانتون در چه حدیه که من بدونم و متناسب با اون ویدیو درست کنم. تا ویدیو بعدی، بای.